رودخونه ها کسی باورش میشه من با موتور الان دارم ولاگ میکنم روی رودخانه چی میگن هاتسون نیویورک. اونجا مثل که یه دونه موتور هوندا 125 افتاده تو رودخونه، آب از روش داره رد میشه. anyway یه زمان اینجا جالب بود، بعضیا میومدن از تو اینا حتی آشغال جمع میکردن میبردن. Make death to America great again. روز شهادت امروزه. بعد کلا تو ایران که الان فعلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه تعطیل از وقتی که اسرائیل حمله کرده. دولت حسابی ویراژ میده روی این قضیه، چی میگن لجیتیمسیشو به اصطلاح ثابت بکنه. بعد مثلا فرض کن مسجدی که نزدیک محل ما بود هیچ وقت از اون نمیگفت، بعد یهو الان 3 ماه 4 ماه همینجوری شروع کرده هر روز صبح ظهر شب از اون اقامه میگه. بعد اونم نه مثلا از اون نوع رادیوییش، یعنی واقعا یه نفر میره پشت بلندگو از اون میگه. حالا کاری به این ندارم که نیت مردم چی شده، فقط دارم میگم که جالبه. الان که آخر سفر حال نمیدونم کی وقت بکنم این ویدیو رو آپلود بکنم، خدا میدونه. بعد به هر حال امروز آقا تعطیل بود، الکی اشتباه کردم اومدم بیرون، مثلا گفتم برم یه ذره خرید بکنم. آخه من همش سرم تو کامپیوتره، اصلا اخبار ایرانم نمیخونم، تاریخم که تاریخ میلادی کار میکنم، نه حالا اینکه مثلا دارم اف ام میام چه میدونم به قول معروف از این دریوریا. نه بابا اصلا این حرفا نیست. واقعا باور کن تا صبح داشتم پایتون احمق مینوشتم، هر کاری میکنم این لایمای چیزه یه دونه چی میگن هوش مصنوعی احمق اجرا نمیشه. هر کاریش میکنی فقط مشکل منم نیست، مشکل همه است. و سی پلاس پلاسش احمقا یه جوری کردن، حالا نمیخوام زیاد ویراژ بدم، فقط گوش بده. آخه هر کسی تو ایران از مشکلاتش میناله، میگه نمیدونم چکم برگشت، نمیدونم جنسا اینجوری شده اونجوری شده. اما کار من اصلا عجیب غریبه، کار من باینریه، یا میشه یا نمیشه. اینجوری نیستش که مثلا بگی حالا گرون شده فلان شده، نه آقا اصلا نشد. الان 3 ماه دارم من روی این احمق این برنامه کار میکنم، نمیشه. وقتی هم نشی یعنی هیچی دیگه، یعنی عملا 3 ماه الکی وقت تلف کردی، واقعا وقت تلف کردی. بعد یه کتابخونه سی پلاس پلاس اصلا با کتابخونه‌های آزاد اوپن سورس نمیخونه. مایکروسافت احمق هم اینا رو همه رو برام داره چیز میکنه، چی میگن پکیج میکنه. بعد هر پکیجی احتیاج به بدونه چی میگن دیپندنسی داره. اون دیپندنسی هم هیچ کدوم چیز نشدن، درست مثل ایرانی‌ها هیچ کدوم بروز نشدن. بعد احمق میگه که مثلا بعد این کتابخونه رو، میگم بابا آپلود اصلا همچین کتابخونه‌ای وجود نداره اولاق. خب وقتی وجود نداره من چطوری اینو بردارم اجرا بکنم؟ میگه نه بعد حتما وجود داشته باشه. حالا تمام اونا رو چیز کردم، انقدر کلنجا رفتم بالاخره تونستم از این ور اونوری خودم دستی یه چیزی وارد بکنم که به اصطلاح ارورا رفع بشه. آقا حالا نمیسازه، هر کاری میکنیم این کتابخونه رو بسازه نمیسازه، وسطش هی چیز میکنه، هی مشکل ایجاد میکنه، ارور میده. و به اصطلاح وقتی هم میگم ارور میده یعنی که دیگه کلا نه اینکه مثلا فکر کنی یه چیزیش ارور میده، نه دیگه اصلا کامپایل نمیکنه. بعد آقا گیر کردیم، خلاصه اعصابم خورد بوده، گفتم امروز بیام قرصای پدرمو بگیرم، نمیدونم خرید بکنم. اصلا آفتاب نخورده بهم تو این 1,000,000 سال. این یکی نگاه چه حالی داره. آره یه ماهی چی میگن 3 ماهی اصلا آفتاب بهم نخورده، اصلا بیرون نیومدم خدا رو شکر. آدم وقتی میاد بیرون تو ایران حالت چیز داره، overwhelming sensory چی میگن overload sensory disorder پیدا میکنه. بعد هیچی الان دور و بر نگاه بکنیم مثلا تو روز تعطیل اولی هم مغازه آوازه، بعدم هنوزم با وجودی که هوا گرم و اینا مردم میچرخن ولی بعید میدونم چیزی بخرن دیگه. کمتر کسی هر چیزی میخره. نه مثلا اینجا نوشته لباس هر دونه ای 100,000 تومان. حالا چی میفروشه من نمیدونم، چون الان ببخشید شورت هم الان 100,000 تومان نیست. بعد حتی ایرانیش هم نیست. حالا مثلا راجع به برند و اینا که اصلا ولش کن، تیشرت مثلا 100,000 تومان آخه چی هست؟ زیر پیرنی الان 300 تومانه، چه میدونم 400 تومانه. یه زیر پیرنی ایرانی آشغال هیچی نیست زیر پیرنی. یعنی منظورم مثال میزنم، آخه چطوری 100 تومان چی میفروشه؟ با 100 تومان چی توری میفروشه؟ نمیدونم. به هر حال آخه بعد یه چیزی خریده باشه، فرض کن 100 تومان داره میفروشه، بعد یه چیزی خریده باشه ارزون‌تر، بعد تازه از اون داره یه سودی هم بعد بکنه دیگه، همینجوری مفتکی که نمیشه. آخه یه وقتی هست مثلا یه کسی میاد گوجه فرنگی از این وانتی‌ها رو میگم، وانتی‌های دوره‌گرد، آقا گوجه فرنگی میفروشه کیلو 15,000 تومان. حالا حساب کن با محل خودتون هر جایی که زندگی میکنین کیلو 15,000 تومان. بعد من دارم فکر میکنم که مثلا پول استهلاک ماشین، این که این همه این بعد تا واقعا باید 12 ساعت تمام محله‌ها بچرخه تا بتونه لااقل یه بارشو بفروشه.
مگه چقدر داره این سود میبره که مثلا با کیلوی 15,000 تومان مثلا یه چیزی بهش عایدی بهش میرسه؟ حالا برای من عجیبه این چیزا. منظورم نیستش که حالا مردم نباید چی کار بکنن چی کار نکنن، یه چیز نمیخونم و سخنرانی نمیکنم، فقط برای من نکته است، نکته عجیبه. امروز هم که الکی اومدم بیرون، جاتون خالی، الان 4,500,000 تومان پول دارو دادم. داروی چیزم نیست، دارویی که مثلا فکر کنی داروهای بیماری‌های خاص، نمیدونم از این کلیوی نمیدونم چی، نه بابا، دارو معمولی 4,500,000 تومان، تازه با با احتساب بیمه تامین اجتماعی و از اینجور مسخره بازی‌ها. و دیگه اصلا شاخ در آوردم. آخه دخترم اونجا چی میگن، میگفتش که میخوای آقا میخوای، یعنی میدونست که مثلا یه جورایی هم آخه مردم به من نگاه میکنن انگار مثلا ما گدا گشنه‌ایم. ایرانی‌ها آخه به ظاهر خیلی توجه میکنن، بعد وقتی نگاه میکنم مثلا میگن که بابا این مثلا 4 میلیون تومان اصلا تو زندگیش دیده که حالا مثلا میخواد 4 تومان پول دارو بده. Isn't it brilliant؟ بعد آره، حالا به هر حال اینو دادیم و اومدیم بیرون. بعدم الان فهمیدیم که آره بابا، از اون موقع فهمیدم که امروز تعطیله. بعد حالا الکی اومدم گفتم که بذار یه ذره ور بکنیم، چی میگم، پشت دوربین. بعیدم میدونم مردم نگاه بکنن، چون همونطور که 1,000,000 بار گفتم ایرانی‌ها دوست دارن صدای خودشونو بشنون، یعنی چیزایی که چی میگن با هم دیگه بخونه. مثلا یه کسی تو هم درمونگاه مردی که وایساده بود هی چیز میگفت، بذار به این نخوریم. آره، بعد مردی که تو درمونگاه داشت بلند میگفتش که چی اسمش، یه اصطلاح خوبی میگفت، آره، چک. هنوزم چک صیادیه، چی میگن، چک کوفتیه، هنوز چک تو ایران وجود داره. بعد میگه چکم برگشت خورده، چکم برگشت نخورده. بابا خسته نشدین از این دریوری‌ها؟ حالا اومده تو درمونگاه روز تعطیل بلند، یعنی اینقدر چی میگن آدم شعورش بالا باشه، دور از جون بقیه. داد میزنه چکم اینجوری، چکم اونجوری، منو بیا ببین، قاسمو ببین، نمیدونم شهرام اینجوری کرده، رفتم نسناس فلانش کردم، اینجوری هم حرف میزنه. بعد اینجوری شده، ماما یه 100 خورده‌ای واسه من، مگه 100 تومن پولیه، بریز به حسابم، نمیدونم فلان کن ماسکی. آره اینجوری. اینم از این چیزا، یعنی منظورم اینو دارم مثال میزنم که مردم گفتگوهای روزمرهشون اینجوریه دیگه، یا میشینن چه میدونم. آخه من فقط دور و برمو نگاه میکنم دیگه، ابزرویشن من دور و برمه، اصلا تو اینترنت نمیرم، اینترنت فارسی اصلا نمیرم، سم مهلکه، هرچی دیوونه است ریخته تو اینترنت ایران، مطلقاً همه رو بند کردم. اینستاگرام که دیگه اصلا نمیرم، فیسبوک که اصلا حرفش نزن، همون لایمایی که دارم میگم اولاغ شرکت چیز نوشته دیگه، اون شرکت میتا اینو نوشته، مردی که براش 8 گیگ اینو نوشته، حالا 8 گیگ تازه چیزشه، چی میگن، هوش مصنوعی متوسطش که میتونه مثلا روی کامپیوترت که مثلا 8 گیگابایت رم داشته باشه. اینو من الکی میخوام برم اینجا ببینم تش بساس یا تش وازه. تو خیابونای اصلی دیگه خسته شدم، خفه شدم از این خیابونا رو دیدم. بذار بریم یه ذره تو این خیابونای خلوت پسکوچه. آره 8 گیگ مثلا میگه رم داشته باشی اجرا میشه. آقا ما 8 گیگ که چی، هر کاری میکنیم اصلا مردی که بابا اصلا کامپایل شو، حالا رانم نشدی لااقل کامپایل شو، گیر کرده، بعد هیچ اجرا نشد. به خاطر همین دیگه اصلا فیسبوک گروه بابای فیسبوک چه میدونم شرکتش همشون مردی که اصلا صاحبش همون چی میگن اسمش نمیخوام ببرم، یه آدم عوضیه. بگذاریم. این خربوزه اینجا چنده؟ روز تعطیل یکی خربوزه گذاشته. اینایی که کیلوشو نمی‌نویسن یعنی اینکه کیلویی 30 تومن 40 تومنه. منم 30 تومن نمیدم. آخر شب که میشه یهو کیلویی مثلا 10 تومن میشه. همینی که 40 تومنه یهو میشه 10 تومن. خب چرا طمع می‌کنی؟ آخه خودشو دارم میگم، یعنی بعد 12 ساعت تو روز کار بکنه تا بالاخره شب بشه اینا رو بکنه کیلو 10 تومن. خب مرض داری. خب از همون اول بگو کیلو 15 تومن زودتر بفروش، هم کار مردم را میفته، به قول معروف منصف میشه، هم تو اقتصاد کشور یه چی میگن یه نکته مثبتی ایجاد میکنی، هم به قولی که زودتر هم به کار خودت میرسی. تا شب نمیدونم 9 شب بخوای بمونی تو خیابون که چیکار کنی؟ بگذاریم. هیچ وقت نفهمیدم زندگی تو ایران به چه شکلی میگذره. وقتی هم این چیزا رو میگم مردم فکر میکنن آره خاله خودت چی هستیم. نه بابا، من خودم دارم میگم انقدر عقلم کم بودی که امروز که تعطیله بلند شدم اومدم تو خیابون، اصلا یادم نبود امروز تعطیله. اینا این پلیس ایران کلاه نمیذاره، بعد خودش میگه که کلاه بذارین. واسه من پیغام اس ام اس گذاشته موتور سواران کلاه بگذارین. آخه مرد که خودت الان نه سرهنگ نه سربازت هیچ کدوم کلاه نمیذارن. اون همین پلیس 110 رو دارم میگم، چه پلیس ویژه‌اش چه پلیس غیر ویژه‌اش. خب
فقط یه مثال، حالا بزرگترین مشکل نیست. یعنی منظورم که همش هیپوکریسیه. یکی یه حرفی میزنه اما پای حرف خودش وای نمیسته. خب وقتی نیستی مثل آدم بگو صادق باش، یه دفعه تو عمرت صادق باش، میمیری بگو آقا من دارم مزخرف میگم، فقط به منافع خودم دارم فکر میکنم. هی بابا نمیدونم امروزه دیگه چیکار میکنم مردم. تمام روحیه‌های قدیم گذشته. مثلا یه سری دیشب داشتم به پدرم میگفتم هیچ میدونی دیگه کسی کلم نمیخره، هیچ کس تروب نمیخره. اصلا تا به حال من حالا حداقل تو نمیگم شمال تهران، از وسط تهران تا به بالا هیچ وقت تروب ندیدم. حالا هر نوعش، نه تروب سفید دیدم، نه تروب قهوه‌ای دیدم، نه تروب سیاه دیدم، هیچی. اصلا کسی تروب نمیخره. بعد قدیم مردم وقتی چیزی رو میخریدن برای منافعش و مثلا خاصیتاش میخوردن. مثلا گفتن این خاصیت داره اینو بخور. ابن سینا کل کتابش، حالا میدونم همه شماها خیلی کتابخون هستین، کتاب ابن سینا رو خوندین. اگه کتابشو بخونی همش بر مبنای همین چیزاست. میگه اینو بخورین نمیدونم دل درد فلان چیز رفع میشه، اونو بخورین اینجوری میشه. اما قدیم ما این چیزا رو گوش میکردیم. حالا بعضیامون الان نه، کسی تروب نمیخوره، کسی هم کلم نمیخوره. اصلا هر جا برو نگاه بکن این کلم اصلا فروش میره، هیچ کس کلم نمیخره. ولی شاید مثلا یه 10 نفری بخرن، منظورم نیست که واقعا هیچ کس، ولی خیلی به ندرته، خیلی. اونم تازه کسی میخره یه دونه میخره، یه دونه کوچولو میخره. بعد آره سبزیای 10 کیلویی نمیدونم یادتون هست یا نه، زمان اول انقلاب به خصوص زنا میرفتن، چون چیزی نبود، گوشت و این چیزا نبود، یعنی به انقدر نبود. حالا قیمتش نمیگم، میدونم الان میگین قیمتش ارزونتر بود، قیمت ارزونتر بود ولی نسبت به قاطبه جمعیت اون موقع چون به خاطر جنگ بود خب کم بود وجود داشت. بعد به هر حال مردم سبزیجات زیاد میخوردن، بعد میرفتن 10 کیلو 20 کیلو میگرفتن، دور هم میشستن. بعضیا حوصله‌شون سر میرفت، اینترنتی که نبود که، میرفتن تو امامزاده صالح، امامزاده نمیدونم حسن قلی فلان، میشستن چیز میکردن، آجیل مشکل گشا میذاشتن، چه میدونم زنشون چی دخترشون عروسی کنه، پسرشون چیز زن بگیره، از اینجور چیزا دیگه. بابا کسی اصلا دنبال این چیزا نیست. حتی اگرم به زورم بگن زن بگی نمیدونم ازدواج بکن، بقیه رو نمیدونم، شاید بعضیا واقعا این کارو میکنن ولی فکر نمیکنم، حدس میزنم، اینا رو نمیتونم به طور قطعیت بگم ولی حدس میزنم کمتر کسی دیگه علاقه‌مند به اینجور موضوعاته. حتی اگرم مشکل اقتصادی نداشته باشه میگه ولش کن، چون زیادی اکسپوز شدن مردم. این چی میگن به اصطلاح آمریکایی‌ها بهش میگن سوشال اکسپوز. زیادی وقتی که داخل اجتماع میریم متوجه میشی که واقعا مردم دارن چی میگن. اینو نگاه کن، وسط رودخونه فاضلاب خیلی وقت از این چیزا ندیدم تو تهران، معمولا روشونو میبندن. اینجا رو نگاه کن، اینجا با موتور میشه رفت اونورا، بریم با موتور ببینم اون پل بعدیش میشه با موتور رفت روش. از این پلای عجیب غریبه. حالا اینا رو موتور من گنده است، نمیدونم مال من میتونه رد شه، این که فقط موتور کوچولوها میتونن رد شن، این که بسته است با اجازهتون. این همون پلیس که چیز بود کلا نداشته، اینا داره واسه خودش چشمای قرمز هم میزنه، آلارم میده میره. anyway منظورم اینه که آره اوور اکسپوز شدیم. بعد دیگه میدونم مثلا پسرا و دخترا رو میشناسن، نمیدونم فلان، اخلاق این و اخلاق اونه دیگه، کسی نمیخواد سراغ کسی بره. نه رد نمیشم، من رد نمیشم، میدونم، چون سدل بگز دارم من دور برم. این سدل بگز جوایی بغل موتور رو میگن سدل بگز. سدل بگز دارم گیر میکنه، بعد مسخره بازی میشه. یه عده ملت هم بهم اینجا باز بود میشد رفت، بذار برگردم از اینجا بریم. برگردم اینجا میشناسین که دیشب چیز میدادن. باز خوبه مردم به یه چیزی عقیده داشته باشن. اصلا برای من مهم نیست به هر چیزی که جفنگ واقعیت هر چی، به یه چیزی عقیده داشته باشی بهت نیرو میده، محرک میده. حالا ببین از بین این همه موقع این یکی اومد. رودخونه فاضلاب رو نگاه کن، رودخونه ها کسی باورش میشه من با موتور الان دارم ولاگ میکنم روی رودخانه چی میگن هاتسون نیویورک. اینجا اونجا مثل که یه دونه موتور هوندا 125 افتاده تو رودخونه، آب از روش داره رد میشه. anyway یه زمان اینجا جالب بود، بعضیا میمدن از تو اینا حتی آشغال جمع میکردن میبردن.